سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به کانال یوتیوب من. سری آموزش‌های جدید رو داریم با هم دیگه می‌خوایم استارت بزنیم. این سرفصل متفاوتی هستش به این دلیل که در واقع شما یک مجموعه پکیج از یک استراتژی بسیار عالی با دیتاهای بسیار عالی رو در واقع متوجه شدید، یاد گرفتید، بک تست کردید و الان وقت اینه که آپدیت‌های جدید رو به استراتژی خودتون اضافه بکنید و درک عمیق‌تری رو از مارکت داشته باشید و پله به پله بتونید اون نولج، علم خودتون رو افزایش بدید و مارکت رو درک بکنید. زمانی که مارکت رو درک می‌کنید، متوجه رفتار مارکت میشید. زمانی که متوجه رفتار مارکت بشید، میتونید از مارکت به نفع خودتون استفاده بکنید و به درآمد برسید، به اون اهداف خودتون برسید. دوستان این زمانبر هستش. با دیدن ویدیوهایی که در واقع توی این کانال می‌بینید، میتونید در واقع به اون اهداف برسید. تمام تلاش من این هستش که بهترین آپدیت هایی که در واقع در لول های جهانی دارن ازش استفاده میکنن رو در اختیارتون قرار بدم. ولی همه این کفایت نمیکنه و باید برید اون چیزی رو که آموزش میبینید براش زمان بذارید، بک تست بگیرید و توی مارکت، توی دمو مارکت ازش استفاده بکنید. زمانی که حسابی متوجه شدید و توی دمو مارکت ازش به سود رسیدید و مارکت رو درک کردین و استراتژی رو در واقع توی ناخودآگاه شما نشست، اون موقع میتونید در واقع توی ریل هم پیاده سازیش بکنید. این جلسه رو میخوام در مورد مارکت استراکچر صحبت بکنم. مارکت استراکچر به کمک سشن استراتژی میاد و شما میتونید در واقع ذات حرکت مارکت رو متوجه بشید، میتونید مارکت رو تحلیل بکنید و زمانی که مارکت رو متوجه میشید، تحلیلش میکنید، میتونید توی نقاطی ورود کنید که دیگران نمیتونن شناسایی بکنن. پس با هم بریم روی چارت. این ویدیو رو سعی میکنم کوتاه، مختصر و یک سری نکات کلید رو بهتون بدم. میریم برای در واقع ویدیوهای بعدی که انشالله در واقع با هم دیگه بریم جلو. پس با هم دیگه بریم روی چارت، وقتتون نمیگیرم. خب دوستان، با هم دیگه بریم روی چارت و بریم سراغ مارکت استراکچر. شما تا این لحظه سشن رو یاد گرفتید. خب میدونیم که توی این ناحیه تایم فریم 1 ساعت هستش. میدونیم که توی این ایریایی که داریم میبینیم یک سشنی هستش. بله، اگه گذشتهش رو هم ببینیم، ببینید سشن کاملا مشخصه. اینجا یک سشنی بوده، قیمت پس زده شده، اومده خودش رو به سشن رسونده، یه مرتبه سشن رو تاچ کرده، ریجکت، مجددا برگشت قیمت اومده زیر لول و سشن کلوز داده و ادامه حرکت به سمت پایین. اما من معامله‌گر نیاز دارم متوجه بشم که استراکچر عوض شده، نیاز دارم بفهمم که استراکچر شکسته شده. یک سری نکات داره. استراکچر یعنی چی؟ ساختار. این ساختار رو ببینید، من معامله‌گر توی یک نقاطی ممکنه از مارکت جا بمونم و نتونم توی اون لحظه اون ترید رو باز بکنم یا کانفرمیشنی نداشته باشم. یک سری نقاط و لول هایی هستش که ما بهش میگیم شکست استراکچر. ولی این شکست استراکچر از کجا برمیگرده؟ بچا خوب دقت بکنید. یه مثال سادهش رو بخوام براتون بزنم. ببینید، ما توی تکنیکال یه پترنی رو داریم به اسم هدن شولدرز که به این صورت هستش. بچا ببینید، این همون شکست ساختاره. این همون در واقع شکست ساختاره، یعنی شکست استراکچر، تغییر استراکچر، هر چیزی که میخوای اسمشو بذاری مهم نیست. ولی این مهمه که بتونی باش ترید بکنی. سشن رو میشناسی، لول های 1 ساعته هم میشناسی. الان داری استراکچر رو یاد میگیری. زمانی که استراکچر رو یاد میگیری، خیلی ساده تر بخوام بهت بگم، دیگه نمیگی من از این جا موندم. استراکچر شکسته میشه، میاد تست میکنه. خب الان تو لول رو هم دیگه یاد گرفتی. اینجا یک لولی رو بهت داده، ببین تست کرده، برگشت خورده، اومده کندل بعدی اوپن شده، ریجکت شده به سمت پایین، یک لولی رو هم بهت داده. یعنی استراکچر شکسته شده، اومده پول بک زده به استراکچرت، یه لول رو هم بهت داده. اگر به شما کانفرمیشن ورود نمیده، تایم فریم 15 دقیقه، قطعا بهت کانفرمیشن ورود داده. ولی الان من نمیتونم برام تایم فریم 15 دقیقه، به این دلیل که داریم روی این پترن فعلا اینجا صحبت می‌کنیم. نمی‌خوایم رشته کلام در واقع عوض بشه، بریم سراغ لول و کانفرمیشن. راجع به اونا صحبت کردیم. پس متوجه شدید که در واقع استراکچر به چه صورت عوض میشه، ساختار مارکت به چه صورت داره تغییر میکنه. خیلی ساده بخوام بهت بگم، پترن هدن شولدر رو تو ذهنت بذار و زمانی که میبینی قیمت به یک محدوده‌ای نزدیک شده، به یک اریای نزدیک شده و داری میبینی در واقع تایم فریم هم 1 ساعته هستش، میبینی که مومنتوم داره کاهش پیدا میکنه. اگر سشن و لول داری که در واقع تریدش میکنی که هیچ، اگر از اون جا موندی، از اون سشن و لول جا موندی، منتظر شکست ساختارت میشی، منتظر تغییر استراکچر میشی. بر چه اساس؟ ببین این پترنه. پترن یعنی چی؟ یعنی اینقدر باید چشمت ببینه تا بهش عادت کنه، اینقدر باید بری روی مارکت دمو ترید بکنی،
روی لایو مارکت با اکانت دمو ترید بکنی تا متوجهش بشی. هیچ فرقی هم نمیکنه چه توی تایم فریم 15 دقیقه، تایم فریم 1 ساعته. استراکچر مارکت حرکت هم حرکته. ببینید مارکت فارکتاله، شما توی 1 دقیقه میتونی این پترن رو ببینی، توی دیلی هم میتونی ببینیش، ولی ما صحبتمون در حال حاضر روی 1 ساعته و 15 دقیقه است. اینقدر باید چشمت این رو ببینه تا بهش عادت بکنی. زمانی که این پترن رو دید بدونید ساختار داره عوض میشه و مارکت میخواد به یک سمت دیگه حرکت بکنه. یعنی دیگه چون قیمت داشته به سمت بالا حرکت میکرده، نیای اینجاها دنبال پوزیشن بای بگردی به این دلیل که اینجا یک لوی بوده، اینجا قیمت شکسته شده، برگشت خورده، اومده یک لو ساخته رفته بالا، حالا دوباره اومده اینجا پوزیشن بخوای بگیری باش بری بالا. این نشدنیه. ببین همون جوری که مارکت به سمت بالا داشته حرکت میکرده، این استراکچر رو شکونده رفته اومده تستش کرده و سمت بالا حرکت کرده، خب همون هم تو جهت خلافش داره اتفاق میفته. این ناحیه ببینید همون هم تو جهت خلافش داره اتفاق میفته. یعنی چی؟ اینجا یک لولی هست، یک ایریایی هست که قیمت این ناحیه رو رد کرده رفته بالا، اومده پول بک زده بهش، اومده به سمت پایین، مجددا اومده رفته به سمت بالا، اومد به این ایریا گیر کرد مارکت. ببین مارکت اومد به این ایریا گیر کرد، اوکی، ردش کرد به سمت پایین، برگشت تستش کرد، لول 1 ساعته رو بهت داد و حرکت شارپ و استارت حرکت شارپ. اما دو تا چیز رو باید دقت کنید. اینکه آیا من میتونم اینجا وارد معامله بشم؟ بله، تایم فریم 15 دقیقه نسبت به اون آموزشی که بهتون دادم میتونید کانفرمیشن ورود پیدا بکنید. نکته دوم، نکته که مهمتره اینه که تو فقط شکست استراکچر متوجه. ما فقط می‌خوایم در مورد شکست استراکچر، شکست ساختار صحبت بکنیم که یاد بگیری که ساختار وقتی شکسته میشه میاد تست میکنه. زمانی که تست میکنه اگر تایم فریمت 1 ساعته است به تو لول 1 ساعته رو میده. حالا این لول 1 ساعته میتونه یک عدد روندی باشه. ببین اینو من باز میکنم میبینم نزدیک به چه عددیه؟ 60 222. ببین خیلی قشنگ مارکت داره با صحبت میکنه. لول در اومد 60 222 یک لول و یک لول در واقع ریتیل روند هستش، یک عدد روند هستش. قیمت اومد بهش احترام گذاشت و بعد از اون به استارت حرکت رو زد. شما در تایم فریم 15 دقیقه نسبت به آموزشی که میتونید ورود کنید. الان من بحث نقطه ورود نیستش، بحث کانفرمیشن ورود نیستش. بحثی که من الان دارم و جلسه‌ای که ما الان داریم جلسه در واقع شناخت استراکچر مارکت، شناخت شکست استراکچر. پس اینو متوجه شدی الان چه جوری استراکچر میشینه، با چه پترنی در واقع اجرا میشه. پترنش رو بهت گفتم، هدن شولدر رو تو ذهنت باشه که در واقع پترن تکنیکال هستش، ولی تا حالا استراتژی معاملاتی باهاش بهت ندادن و اصلا دلیل این حرکت رو تا حالا نیومدن برات باز بکنن. دلیل این حرکت شکست ساختاره، استراکچر مارکت شکسته میشه که همچین پترنی شکل میگیره و اومدن اسمش رو گذاشتن سر و شانه یا هدن شولدر. خب میریم مجددا توی گذشته مارکت. باز اینجا هم ببینید تایم فریم 1 ساعته هستش، باز هم همون پترن رو در واقع به ما داده. ببینید دوستان به سمت بالا یه جاهای خیلی مارکت تمیزه، یه جاهای مارکت فشردگی داره، کثیفکاری داره. شما باید توی نواحی معامله کنی که مارکت تمیزی داری، فشردگی نداری و مارکت از حرکات تمیزی برخوردار هستش. مجددا ببینید اینجایی که الان من به شما نشون دادم یک حرکت تمیزی از مارکت رو ما داریم می‌بینیم. خوب دقت بکنید، من این دیتا رو نمیگم از اینجا چون یه مقداری الان زوده من بخوام راجع به این کندل ها بخوام براتون صحبت بکنم، ولی میام اینو از گذشته میگیرم، این دیتا رو میام از گذشته مارکت میگیرم. اوکی، بذارید ببینم دیتا به من میده بابت این. بله اوکی، اینم برمی‌داریم که سوء برداشت پیش نیاد. خب یه ایریا داشتیم اینجا که سشن بوده. خب مشخصه که سشن داشتیم توی این ناحیه، ریجکت قیمت، برگشت قیمت، لول، استارت حرکتی، شروع فرسایش قیمت، رسیدن قیمت میاد. ببینید این دوتا کندل رو میبینید اینجا، این دوتا کندل برمیگرده به این دوتا های سشن. ببینید
خب قیمت توی تایم فریم پایین‌تر میاد، بریکش میکنه، پول بک میزنه در تایم فریم 5 دقیقه و 15 دقیقه و حرکت رو میزنه، میاد به سمت بالا، عدم توانایی میده، در تایم فریم 5 دقیقه نقطه ورود میده، همون شکست ساختار رو میده، هدن شولدر رو تایم فریم 5 دقیقه میده، چون این مارکت فراکتال داره حرکت میکنه، تکرار پذیرن حرکات. اگر زوم بکنیم قشنگ کاملا مشخص حرکت فیل تو کانتینیوی که اینجا اتفاق افتاده و قشنگ اینجا داره به ما سیگنال ورود رو میده. تایم فریم 1 ساعت 15 دقیقه 5 دقیقه تماما داره سیگنال ورود رو به ما میده. اوکی، خب قیمت میاد، ببینید این ایریایی که اینجا بوده و ما امتدادش دادیم به این قسمت و زمانی که قیمت اومد اینو ردش کرد به سمت بالا، پس الان هم هنوز داریمش، اونقدر فاصله نگرفتیم ازش. قیمت میاد بریک میکنه، برگشت میزنه، تستش میکنه، نقطه ورود رو میده، ادامه حرکت به سمت پایین. خیلی راحته شناخت استراکچر مارکت، نیاز به بک تست داره. آرزوی موفقیت میکنم براتون. تا درس بعدی و جلسه بعدی برید بک تست استراکچر مارکت رو بگیرید، ازش توی مارکت دمو استفاده بکنید، تمرین بکنید روش، چون بیشترین چیزی که بهش نیاز داری استراکچر مارکت. اگر استراکچر رو بشناسی میتونی اسکالپر بشی، میتونی تایم فریم 1 دقیقه 5 دقیقه کار بکنی. پس باز کردن بحث مارکت استراکچر برای اینکه ببرم توی تایم فریم 1 دقیقه و 5 دقیقه و بتونی ترید هایی رو بزنی که دیگران نمیتونن بزنن. اصلا بحث استراکچر مارکت که الان باز شد و بحث شکست استراکچر آیتمیه که فقط اسکالپرها بیشترین استفاده رو ازش میبرن، بیشترین بهره رو در واقع اسکالپرها دارن از مارکت استراکچر میبرن، شکست استراکچر مارکت که توی تایم فریم های 1 دقیقه و 5 دقیقه جاهایی میان ورود میکنن که دیگران اصلا براشون غیر قابل درکه که چرا این تریدر توی تایم فریم 1 دقیقه و 5 دقیقه توی این لول اومده ورود کرده و در واقع نقطه و منشأ حرکتی بوده که در تایم فریم های بالاتر در واقع به حرکت خودش ادامه داده. پس برید اینقدر روش بک تست بگیرید، اینقدر تمرین بکنید که برای در واقع اسکالپ حسابی آماده بشید. آرزوی موفقیت میکنم براتون. روزتون بخیر.